چیز نیم ایت خیلی مریض نیم نه کمی گلوم کم گرفته درد میکنه چیز خورده نمیتونم یکم مادر شما خیلی گپ میزنیم خیلی نه جو کی گرد دادم با کجا گرد دادم آیشته گپ نمیزنیم مادر دیگه شما میبینیم مادر عباس یک سره گیر میدیم ما چون میگیم نونا چیه ما چون شما دیگ میارم ببار میکنم برنج چیزی میگیم اینا خوردن نمیشه اینا شوره اینا روغن نداره اینا روغن خیلی داره اینا ما چون چایار میاره اینا زلاره ما چون اینا چیه خب مادر شما چه ریته میکنید دیگه آخه نه جو قربان سرت شما خیلی تو همین زن خواه کرده همه قضا چیز تیار کنن نون حل تیار کنن شما مادر همین عباس هم نفری میکنه چرا نفری میکنه از بچه بس که کلمه خراب میکنه خب از بس که شوخی میکنه دیگه شوخی میکنه او نه دیگه او بچه نادانی آلی خود خود ندارم او اگه مال زن میدی صاحب دوی تا سات اولاد میشد دیگه چرا ایت کارا میکنیم نفری میکنیم بچه چرا نفری میکنیم مادر دیگه شما این کارا نکنین دیگه خدای راستی از همون درست مادر خواهم ما خسته شدیم با بیلا الله مراجع خدا که من از پیش شما بگیرم دل جمعه بابا نه این چی؟ بابا خیلی سرسد من نکو چند دقیقه سر خانه دارم خیلی کی سر صدا کن مادر چیه؟ بابا مادرم میگن نه بعد بریم به چرا؟ شما زو؟ میگم نه بریم به سرا کاکا و رمضان دیگه اونا رو کمی جمع کنن چند روز اونا جمع کنن دیگه ما از که جمع میکنیم نه خوب مادر شما میبریم چند شای ده شای هم بریم ما برم با چی شما رمضان هم دیگه ما هم خسته شدیم زن و شوک و مونده شدیم نه جو من اونجا نبور من اونجا گاهو بوری من جمع نمیکنم چرا ای؟ زن رمضان اخلاقی نداره شما که خیلی مادر اخلاق داریم هم شما اخلاق نداره مادر که اون هم اخلاق نداره تو نه خیلی ها؟ نه گناه دار نه من دیگه خب مادر رو میگم رمضان خودی اخلاق نداره زنی من بخی برم چادر رو بیارم بخی چادر من میگم بیارم از دور دیوانه شدم میگم برو چادر من بیا من به زور ای میکنی بخونه رمضان ده شای با چی شما بریم دیگه خیلی من جگار تیر کرده نمیتونم همینجا نیستکم شما خود نه خیلی سردل داریم واقعا گیله مرای نکن میگو مرای نکن بابا نه با چی شما دیگه من ما را فری نکنین دیگه کجی تو گله بیزی میکنی درس نمیخونی نمی کنم بابا با می کیسان گله حالا مثل که گله نیه من اصلا گله بیزی کله خوش تو نیست ندارم کنم اگه درس نخونی حالا تو هم باید گرفتی که با درس نمیخونی بابا بیشی شما بله فری نکنین دیگه بچه جو نمایم کنم الو چوب کنین الو رمضان کجایی؟ خب میگم تو یک کار کن من می نانه رو زن خود بفهمم که با قال مقال خود مادر تو نکنن الان یک ده 15 شای مادر خود میارم اینجا دیگه ناجور هم هستم همین دو چیزای در اول میدارم میارم اینجا خب برو از جای مادرتون رو جمع کده که اینجا بابا ناگفته تو به من میگی نه یارک دیگه نه یارک مادرتون هم جمع کده دیگه نه نمایی که اینجا بیاری که خود مادر که جیرم نمیسازه وردم بونگیری میکنه با مرگبه میارم ولی یک دقیقه دیگه جمع کنم تو یک گپای میزنی که چی بگم بابا چکار بابا گیله کاکا تو بود میگه که من نانه تو میارم که اینجا جمع کن نه جا نمیارم سر ما امر که میارم مادر تو نمیبینی چی که روزگارا میچسبونه اینجا نه یار که میگم من دست از او به عذاب بشم بچه جمع مردم های چلی نه یالا دیم لعت مال بخزین دیگه بخزین بده فرقونه چیز که آماده که بخیم فرقون میبره نه بیا به تیاره ببرم مولا تکید ندارم نه که به تیاره میبردم خواهد دیگه همین زمینه دیگه بپوشیم پای هوانه داره تیاره برو با ما تا برگه نکن نه برو خیلی برو که در شایی ببرم مدر که میجگاه چیشم
همین بسرم و کوخی من توان همین ندارم تنه، چادر همین. رو صرف کنم نمیتونه بخزه نانه بیای بخیره چادر تر بیا بابا نانه بخزه بیای دیگه با میگه تره دیگه این بابا کجا بداده بچشتی بده دیگه آخه بیا دست من بگی سیاره بیای دست من بگی بیکار نموندم نانجا اشتما بگی کنی بخونه از که من جمع نمیکنه بیا نانه بسی همین تو ناتوان شدی نانه که با میته با من خور دمونه را میری همه میسازی خور نمیتونم صرف بکنم بابا تا 20 شوی 10 شوی نیاری خوبه برو تو نمیتونی ببری نه بابا سنگینه نانه با سنگینه ولی من دادم بابا تا 20 شوی نیاری بله مادر جو تو هم 20 شوی تو با خدا که دیگه بگی من میرم به سراغ لگ میرم نه یا دیگه مرشال شهید که دیگه میخونه کیا اموال مادر کافا من زنگ دادم به پیرمه که نانه جان من معمر دارم بیارم به این سرا چرا بزی سرا نما که بیارم من چون مادر من 10 شوی 15 شوی بیارم به این سرا که ما اونا رو جمع کنیم خودی دوای اونا رو دشتم بیارم کی زنگ زد بره تو کافا من زنگ دادم به پیرمه یه زنگ زد بری نبگو نما که بیارم من چون باشید با خوب بگم با خوبه زنگ زد بری نبگو نما که بیارم بزی سرا خوبه مادر تو هم خدا تا که دیگه خود میزن برار من جنجال معرکه بگیری دیگه نه شما که جنجال کنید اشتی جنجال اگه جنجال بکنی جنجال نکنی تو من تحصیلم هم جگاه جا داری دیگه حالا نون چیزی که میخوری و همه چیزیتی هی بابا ما چی گیری کردی من سر تو جمع کردم که جمع تو کردی. بسامه. سلام سلامتی شکر میگم خب من که به تو بگفتم که نرم نانه به اینجا الان مادر تو نیه مادر من هسته خب مادر تو هم که هسته همین خونکی که حداقل جمع میکردیم اینجا که اوتال نیه که مردم مادر همین زن مادر من ندارم همین زن مفقول بیخان من هسته که راه خورگم کردم من البته من به تا شرکت برق زندگی میکنم که مادر خود ببرم نگاه که 24 ساعت 40 تا بخری باشه مادرتون به سر تو حق داره بابا چه به سر تو حق نداره داره دیگه دو من بشه جمع میکنم خود دوی مادگم جمع کن چه کار میشه؟ گریه نکن مادر اینجا لیلا خود به شعر میکنی به من من گریه میتونه با خوری من که میه تا روزی که میره امیتو زنده به عذابه بابا ما چی گیری کردیم خودم مادر خواهم گریه نکن مادر رو من جو گریه میکنی خب نه نداره که من خونی بچه ها خو میه خودی هم عروسا خود جنجال نکنه دعای هم حیات ما برم الحمدلله با کجا عذیب زمین دازم دیگه همینجا هم خودم با چه تانه دارم چند وقت
خونه گیلک میستدی من گفتم من گلک بزیو دیگه نکش مادر سردل خیلی داری تو اگه بچه جامی تو دوا برم رای میکنه من به دست عباس به کجا میری؟ به سراخ میرم کجا برم؟ بیا ببرن مادر خور از این جگانه کی ببرم؟ مادر خور مبارک باشه من بایر به تا فرغون بودشتم بیاردم من اینجا بردارم ببرم با تا فرمون پاسورد دارم ببرن من در دستار خیلی دارم گیلا قضی بیشتر اعصاب خراب نکنه وردا جمع تو مادر خور ببرن از این جگا وردا ببرن وردا خیلی بیر بسلام من از جنجال دارم که به مادر نمیرسه وای یلک کن گپ برو بشی برو انجام میری برو چه جای دارم من جمع کردم زحمت کشیدم اینا من جمع نمیکنم خدای من مرگی بده گم برو بیتر از این زنده الله جون الله جون گیر تو سیکن واخه چکاره البا بوته میکندی از صبح خود چرا میزنیم بابا؟ گپ گفتن ازش چرا میزنی؟ بیت شیطون میگه من در دهن ازی بزی واخه برو سکم دعا مادر تو به کجای نانا جان تو به کجای ورده ببرک به سلا کاکا خو بده بابا خودم باشه میبرم با میشه ماست باشه واخه خب میبرم خودم امان برم من ببردم کاکا تو قبول نمیکنه اینجا اوتالیه که تو نه سرام اوتالیه که سال به 12 ما مادر ما بخوره و بخوابه و نواسه نفری کنه و عروس نفری کنه به تو هم به تو میرسه بیا وردار میگه ببر تا به تا کوچه برات بیا آمده اینجا دیگه رستوران غلامت تریه که هر کی بیاد دیگه اینجا نگاه داریم همینطور یک دم میشه که مادر من نانه تو آوردن نه که چیز کنی در سر وا کنی چیکار کنم بری درمانه کنم که میشه یک دم به رمضان اعتباری نیه وردار بیاره نه خب بگو ببر هر چه تک تک میکنم میگه البته کسی نیه بس خب بری به دعا نانه خود ببری خوبه خب کباب میشه بخورشه گیلا بله کاکا بیا کاکا 10 دقیقه شمیش به تو کار دارم نگو بله شما خبر شنو شما برارا مادر خو یک دم بدی میاره در سراتو حساب میندازه پیش تو میندازه اگر تو میندازه پیش از او میندازه چی رقمه او بدبختا او بدبخت همون لقمه ریخ زرزیان که میخواه پینه که مادره تو چی فکر داری؟ ها؟ تو نوزا فکر میکنی؟ به هر کس پول بدی به تو 10 تا زن میده اما به تو مادر پیار نمیده مادر پیار که میوه که میافت یا بدبخت یا میفهمی؟ کاکا خصوص جنت به زیر پای پدر و مادره کس پدر و مادر جمع کنه کاکا خصوص شما راست میگین سعی کنیم مادر ما یک سر عباس رو نفری میکنه زن من نفری میکنه مثلا یک سر بونگیری میکنه گپ میزنه من چون تا دوار میارم 100 رقم تا برغه میگه تا لغمه نون میاره یک دم میگه لغنا ما چون زیاد یک دم میگه دیک شور یک دم میگه چرب یک دم میگه بینمکه کار نداره یکم شرایطی که مادر خود جمع میکردن کاکا خصوص برا تیر شد دیگه تا کی مادر خود جمع همون مادر میکن 9 ماه و 9 روز و 9 دقیقه و 9 ثانیه تو رو ساعت کش کرد تو به دنیا آورد فرض مثال تو به زن خونه رسون حالا رو جمع نمیکنی کجا مادر من زن خونه مرداد ندار آنی از این شونه خود زن خونه کردم من اگه همون دعای همون مادر نمیدی از ایشونه پیدا میکردی ای بابا شما یک همون دعای مادر که به سر حاضر زنده ایم برخ روزی میخوره هم مادر پیار شما با شما چه کار کرد کاش که پیر مادرم زنده بیم که تا زمان زنده بیم قربشون رو جمع میکردم چرا اون چهار کرد اون کم خدمت کرد تو وقتی بتونی خدمت کن تو وقتی بتونی خدمت کردم برای ما حال زنکا حال خوش ندارم خوش دارم مزن که اصلا یک کلمه گپ نشنوه مونده نشه خسته نشه نگو دختر من گپ میشنوه نمیشنوه خب بدو چی مربی من زن خورمایم دوست تو ندارم زن خورمه ای آیا همون مادر تو نمایه همون مادر تو نماسته همون مادر به تو خدمت نکرد
ما هستم مایه دیگه نه همون مادر که برخشویی بنام پختی مردم شما رو کلون کرد. کاکا خسران تکنولوژی آمده معروی تکنولوژی مردم بله کاکا برای کار خود تکنولوژی آمده چی آمده شرم کنی با دختر شما رو بریم به دختر خوب بگیم او دیو دختر رو به من قبول خوشو برزنی کسی رو چیکار میکنم گپ مفت بزنی مادر خوشم کرده نمیتونه که بابا یخن دختر رو میدادی خب چه کار میشه اگه مادر من به مسترا برو بچه خوب باشم تو میگی خونه برام باشه چیکار میشه او قهر خدا میشه و سر شما تو برو پیش مولا بشی که سکو که از حقوق پیر مادر و تو چی میگه که چقدر پیر مادر به قدم اولاد حق داره اول روزا شما به مسجد نمیری میرم که تو میری نمیشنوی گوشاش ما کرده یعنی اگه هر کس مادر پیر خود جمع نکنه گناه قهر دوزخ جای نه قهر دوزخ میفهمی هم چای وید که کجای هم چای وید جای نه کس که پیر مادر جمع نکنه وای 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 کاش که امرو پیر مادر مزنه که بوده دوی دست اون رو جمع میکردم یعنی شما میگیم به هر کوچیس 10 تا زن برادم معصر میشه اما پیر مادر معصر نمیشه بدبخته کل خوکار یعنی تو یعنی مادر خود جمع کنم آب جمع سبب داره اگه می که روی نتر ببینی جمع کن یعنی تو فقط همین کار داشتم که بیام خونه تانم میرم خونه تانم میرم خداحافظ دیگه مدار کله خوب کن نریم کاکا نه زنده باشیم بکنم راست میگه کاکا خوش شدم به خدا مادر چیز خوبی بده تو که زن نمیفهمیدم به حرف ازی کردم خدای ما رو ببخش توبه کردم من اعمال توبه میکنم میرم مادر کلور میدارم میارم جمع میکنم راست میگه توبه دیگه بس